الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى إن شست حفتم حلقة از آموزش كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبود برحق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. بإذن الله در این حلقه بیان می کنیم که براءت جستن از شرک و از اهل شرک و دشمنی کردن شرک و اهلش از بزرگترین لوازمات و ضروریات شرط محبت است. و در حلقه گذشته به شما بیان گشت که مهمترین و ضرورترین و یکی از لازمات توحید این الولاء و البراء است که توحید انسان صحیح نمی شود مگرم با الولاء و البراء. اما حالا باشد بیان میکنیم که همین البراء، براءت جستن، بیزاری جستن از شرک و اهل شرک و دشمنی کردن آنها از بزرگترین لوازمات و ضروریات شرط محبت است. و البته این چندین فصل دارد و در زیرش فایده ها و نقطه های مهمی دارد. اولا ذکر میکنیم که باید بدانید که البته اسلام بدون براءت، یعنی بی براءت از اهل شرک، بدون براءت از اهل شرک و از شرک اهل شرک قبول نیست، مقبول نمی گردد. اسلامی که براءت ندارد، براءت یعنی بیزاری جستنی، بغض و عداوت داشتن از مشرکین و شرکشان قبول نیست. و توحیدی که به طاغوت کفر ندارد، موحدی که به طاغوت ها کفر نورزیده است، این هم قبول نیست. و انمین حقیقتی لا اله الا الله است و انمین حقیقتی عبادت الله و براءت از عبادت غیر الله است. این اولین چیز. دومین این است که البته براءت متعلق به شرک است و این چنین به فاعل شرک. فاعل شرک یعنی اهل شرک، انجام دهنده شرک، آنهایی که شرک را انجام میدهند، مشرکین. یعنی بیزاری جستن و براءت کردن هم از شرک به همین خلاص نمیشود، هم از اهل شرک که اینها مشرکان هستند. پس فقط از شرک براءت جستن این کافی نیست. مثلا بگید که تمام من شرک را بد میبینم، از شرک بیزارم، شرک را ترک کردم بگوید، این کافی نیست. بلکه از فاعل شرک، از مشرک، این چنین باید بیزاری جوید. پس براءت از فعل، از فعل شرکی فعل هایی که است، براءت باید جسته شود. از فاعل شرک، کسی که شرک را انجام میدهد، قومی که شرک را انجام میدهد، اهل شرک، مشرکین، انسان ها، از اینها هم باید براءت و بیزاری جسته شود، یعنی اینها را بد دیده شود و دشمنی به اینها کرده شود. و سومین چیز این مفعول، یعنی کسی که طاغوت هست، پرستیده می شود، باید از این هم بیزاری کرد. بارک الله فیکم. پس بیزاری جستن از شرک، کفر، از انجام دهنده شرک و کفر که کافر و مشرک است، یا از معبود باطلی که غیر الله پرستیده می شود، طاغوت، البته این انمین براءت است. براءت فقط از شرک کردن نمی شود، از شرک، از اهلش و از چیزی که غیر الله پرستیده می شود. مگرم انبیا و رسول، بعضی ها انبیا و رسول رو هم همچون معبود
به خود گرفتند. البته انبیا و رسول رو ما طاغوت نمیگوییم، زیرا که در حقیقت اینها به این عمل انسان ها راضی نیستند، اما مردم به خودشان طاغوت گرفتند. و البته از انبیا و رسول بیزاری نمیجیم، یعنی این در این حالت استثناء دارد. میگیم که این عمل شرک است، از این عملی شما کرده شده ما براءت میجیم و این انسانی که این عمل رو میکنند مشرک است اگر به انبیا مثلا به واسطه انبیا شرک رو انجام بدهد. اما خودی انبیایی که در قبر خوابیده اند، جسمشون وجود دارد، ما میگیم که اینها البته طاغوت نیستند، اما مردم به خودشون طاغوت گرفتند. بارک الله فیکم. سومین نقطه‌ای که باید ذکر کرده شود، باید حتما بدانید که براءت از مشرکین هم به قلب می شود، هم به زبان می شود، هم به دست می شود. یعنی هر سهش باید باشد. یعنی براءت از مشرکین قول، عمل، اعتقاد است. خیلی که ایمان رو ما گفتیم قولون، عملون، اعتقاد. اینچنین براءت هم قول است، یعنی سخنی، زبانی، عملی، جسمی، اعتقادی، قلبی. فقط براءتی که به قلب کرده می شود همین کافی نیست. بعضی ها فکر میکنند که اگر به قلب کافر رو بد بینند همین کافی است. نه، البته اینچنین نیست. براءت کردن به قلب فقط کافی نیست، بلکه رکن دیگری این براءت عملی است، عملی، ظاهری، قائم بر دشمنی، معادات. و چهارمین نقطه که باید حتما بفهمید و در ذهن داشته باشید، بدونید که براءت پوره نمی شود مگرم با 4 رکن. رکن اول بغض کفار، بعد بغض و بدبینی کفار که این رو میگن رکن قلبی، رکن دلی. بغض عادتا قلبی هست، یعنی بغض، بد دیدن کفار با قلب. دومین رکنش معادات، دشمنی کردن با کفار و نشان دادن دشمنی ظاهرا با جسم، و این رکنی دومی براءت است. این رو میگن رکن عملی، ظاهری. سومین رکن براءت تکفیر کردن کافران، تکفیر کردن کافران و مشرکان. این از رکن براءت است. کسی که کافر مشرک رو تکفیر نکرده براءت ندارد. و کفر ورزیدن به معبودهای باطلی که اونها میپرستند و شرکی که اونها انجام میدهند، به همین با کفر ورزیدن، اینها رو ترک کردن. چلی که ابراهیم علیه السلام گفتند کفرنا بکم و بدا بیننا کفرنا بکم. پس این رو میگن رکنی قولی زبانی. چهارمی رکنش جهاد کردن کافران به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر اینکه دین فقط از الله باشد، نابود کردن اونها یا که تسلیم کردن اونها به قانون الله، و این از یکی از صورتهای دشمنی کردن اونها است. این 4 رکنی براءت است. بارک الله فیکم. پنجمین نقطه که ما باید در این استیم، البته این 4مین نقطه که وقفه که ما باید میسودیم، این رکنهای براءت بود. 4 رکنی براءت رو به شما بیان کردیم. رکنی یعنی بغض کفار، رکن قلبی، دشمنی کفار عملی ظاهری، تکفیر کردنشون زبانی و جنگیدن ضد اونها. پنجمین وقفه که ما باید ببینیم، باید بدانیم که اهل شرک بر 2 قسم هستند. اهل شرک بر 2 قسم هستند، یعنی کفار و مشرکین بر 2 قسم هستند. مشرک اصلی و مشرک مرتد، یا که کافر اصلی و کافر مرتد. حتما باید این رو دونید. البته کافر اصلی یا مشرک اصلی از کافر و مشرک مرتد فرق دارد. و بسیاری از مردم عامه عادی عوام از سبب جهل و جاهل بودن به حقیقت دین و حقیقت توحید گمان میکنند که
براءت خاص به کافر اصلی هست. یعنی عادتا اکثر مردم مسلمان های جاهل که از حقیقت دین بخبرن فکر میکنن که براءت جستن، بغض، عداوت، دشمنی کردن با کافرها خاص به کافر اصلی هست و به مرتد تعلق ندارد. البته این غلط است و از سبب همین عقیده باطلشون نسبت مرتدین هیچ براءتی رو انجام نمیدهند، نه قلبی، نه جسمی، نه زبانی. نه مرتد رو بد میبیند، نه دشمنی میکند، نه تکفیر میکند، نه نابودش میکند، نه قتال میکند. و امروز خصوصا مرجئه ها چقدر کوشش میکنند که همین باب مرتد رو نابود بکنند. کوشش میکنند که در همین باب سخن کمتر شود، کوشش میکنند که در همین باب درس هم نشود و در همین باب کتاب ها هم نباشد. اما البته این بابی است که الله سبحانه و تعالی خودش گفته است. با وجود این همه حرکت مرجئه این کار رو انجام داده نمیتوانند. ما میگیم باید براءت هم ضد کفار و مشرکین اصلی که اونها به اسلام هیچگاه نامدن، در اصلی کفارشون ایستادند، و هم باید به ضد مرتد باشد. به هر دوی اینها باید چی باشد؟ براءت باشد. اما کافر اصلی و کافر مرتد، مشرک اصلی و مشرک مرتد چه فرق دارد؟ مشرک اصلی یا کافر اصلی کسی است که از روزی که تولد شد از پدر و مادر کافر تولد شد تا روزی که مرده است در کفر است و به اسلام یگان بار ندر آمده است، داخل نشده است. همیشه در کفر ایستاده است، در کفر تولد شد و در کفر ایستاده است. اما مرتد کسی است که کافر بود، مسلمان شد و باز گشت کافر شد، مرتد شد، یعنی دین رو رد کرد. یک نمودش. یک نمود دیگرش از پدر و مادر مسلمان تولد شد، مسلمان بود، در بین مسلمان ها زندگی میکرد، اما دین رو رد کرد، شکننده اسلام رو انجام داد، یا دینش رو تبدیل داد به دین دیگر، یا که شکننده رو انجام داد، مشرک شد، کافر، مرتد شد. یعنی کافر اصلی کسی که در کفر باقی بود، در کفر بود و باقی مانده است. مرتد کسی است که مسلمان بود و گشته کافر شد. یعنی مسلمانی که کفر میشود مرتد میشود. البته حکم مرتد وزمین‌تر است، به خاطر اینکه دین رو رد کرده است و از دین برآمده است. بارک الله فیکم. فرقش به شما به همین خاطر با این در این نقطه بیان شد. بارک الله فیکم. ششم وقفه، نقطه‌ای که ما باید در اینجا بیستیم و صحبت بکنیم این است که از بزرگترین صورت و نمودی موالات کفار، موالات کردن، دوستی کردن و مهربانی کردن و همکاری کردن با کفار و ایمان آوردن به طاغوت، یعنی کافر شدن، در عصر ما، خصوصا در همین عصر ما، این یک ابتکار نو، یک اختراع نو، یک فکر نوی که منافق ها پیدا کردند و نامگذاری کردند. ببینید، از همه بزرگترین دوستی کفار و ایمان آوردن به طاغوت، کافر شدن، همین در عصر خود ما این است که منافق ها یک چیزای نوی رو پیدا کردند. به مانندی به عربی این میفهمند عربا خوبتر که خودشون در بینشون مشهور است، التعایش سلمی میگند، یعنی زندگی کردن بین همدیگر، یعنی کفار مسلمین در حالت سلامتی و با مهربانی و یک دیگر فهمی. یعنی در یک جامعه که نصفش کفار است، نصفش مسلمان است، کفار کفارش کند، خیلی که زندگی کرده میخواد زندگی کند، مسلمان مسلمانش کند، و به همین راضی شدن که امروز منافقا میخواهند که من شما مسلمان رو همچنین تربیت کنند، که البته این کفر است. قرآن و سنت این رو نمیخواهد، الله و رسولش رد میکند. الله و رسولش یک قانون دارد، این حکم الله است که البته در زیر حکم اسلام دو نمود از کافران که اینا اهل کتاب هستند، یهود و نصارا، زندگی کردنشان ممکن است، اما به شرطی که جزیه بدهند و به قانونهای اسلام رعایت کنند. یا که چیزی دیگری که منافقا در این عصر برآورده اند، الاخا، برادری،
یعنی بین مسلمان و کافر، یا که میگن التقریب بین الادیان، نزدیکی بین ادیان. اینها یک عقیده دارن که گویا که همه دین آسمانی هست، همه ما برادر هستیم، همه ما یک راه میرویم، لیکن راه ما از هر طرف است. اسلام از این طرف، نصارا از اون طرف، یهود از این طرف. همه در آخر به نزد الله میرویم و همه جوش به راههای هر خیله باز جنت است. همه برادر هستیم، دینمون یک است، آسمانی است. اعوذ بالله، همه اش کفر است، همش دوستی کردن با کفار است. این قاعده های ناپیدا شده همش به خاطر راضی کردن کفار، به خاطر دوستی کردن کفار و ایمان آوردن به طاغوت است و کفر بر ایمان است. یا که قاعده نو منافقا برآورده این است که حوار بین مسلمان و غیر مسلمان، از مشرکین، مرتدین، کفار، یعنی مناقشه و بحث مناظره کردن، یعنی به یک دیگر در بعضی حالتها تنازل کردن. مسلمان باید از بعضی چیزها تنازل بکند، خریسیان هم یا که یهود هم از بعضی چیزها تنازل بکند و در آخر یک جامعه اینچنین و آنچنان وجود آید. سبحان الله. یا که با پیشروی و ترقی لقال حضارات. سبحان الله. یا که قاعده نوی که امروز منافقا برآوردند و در جامعه اسلام پهن میکنند، حریه، آزادی، به مانند دموکراسی که امروز در تمام دنیا تحاکم است. همه، حتی از همه جای متاسفش اینجاست که امروز مسلمان ها هم بیرق دموکراسی میبردارند. امروز حزب های اسلامی که نامشون اسلامی است میبینید که دموکراسی میخواهند. از اخوان شروع میشود تا نهضت اسلام، از اردوغانش شروع میکند تا دیگرش، همه اش بیرق دموکراسی میبردارد که این کفر صریح است و انمین موالات کفر است، دوستی کردن با کفر است. یعنی قانون اونها رو برداشتن، همین بهترین قانون گفتن، همین رو قبول کردن، اختیار کردن و همین رو اعلان کردن و به همه جا شعار زدن، این موالات کفر و ایمان آوردن با طاغوت است. حریه، دموکراسی یا که لیبرالیه، البته از یک فرقه ناپیدا شده عصر حاضر که لیبرالیه هست شما بیخبرید، به نهایت یک نازکی جایها دارد. البته ما در آینده به شما بیان میکنیم. لیبرالیت دولت سعودی، حکومت سعودی یعنی لیبرالی هست. مملکت العربیه السعودیه این دولت پایریزی به لیبرالی شده است که علما اینو بیان کرده. یا که علمانیه و به مانند این دموکرات‌های حاضره، به مانند کسانی که سیاستی رو از دین جدا میکنن، دین رو فقط عبادت میکنن، به مانند اردوغان و حزبی ها و غیره که اینها علمانی هستند. پس اینها از بزرگترین نمونه هایی که به شما ما از یعنی موالات کفرها امروز ذکر کردیم. پس برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم، در این حلقه شما فهمیدید که براءت از شرک و از اهل شرک، مشرکین و از خودی همون چیزی که پرستیده می شود، یعنی هم از فعل شرک، هم از چیزی که پرسته می شود، معبودی باطل، و از اهل شرک و دشمنی کردن آنها از بزرگترین ضروریات و لازمات شرط محبت است. یعنی شرط محبت همان وقت درست می شود که براءت وجود داشته باشد. ببینید، لا اله الا الله، کلمت التوحید، همان وقت صحیح می شود که محبت به وجود آید. شرط پنجمی صحت لا اله الا الله محبت است. اگر محبت نباشد، لا اله الا الله به صاحبش هیچ فایده نمیده، صاحبش مسلمان است، کافر است. و محبت همان وقت صحیح می شود که در درونش الولاء والبراء باشد و بخصوص براءت از مشرکین باشد. چرا خاص براءت؟ چرا که امروز مسلمان ها بسیارند که مسلمان را دوست می‌دارند، توحید را دوست می‌دارند، موحدین را دوست می‌دارند، اهل توحید را دوست می‌دارند، شرک را ترک کرده اند، شرک انجام نمی‌دهند، اما اهل شرک را، مشرکین را ترک نکرده اند. به مشرکین براءت را انجام نداده اند، مشرکین را دوست گرفته اند، از مشرکین بیزاری نجسته اند. چرا که مشرک یا پدرش است، یا دوستش است، یا که استادش است، یا که همقامش است و غیره و غیره و غیره.
پس خاص براعت رو علما ذکر میکنند که خاص بیزاری جستن، خاص براعت یعنی بغض و عداوت کردن نسبت کافران و مشرکان، نسبت کافر و مشرک و اصلی یا که مرتد فرق ندارد. و از اهل شرک دشمنی کردن اونها از بزرگترین چیزهای لوازمات و ضروریات شرط محبت است. اگر براعت نباشد محبت نیست. و چخیلی گفتیم این فصل در زیرش یعنی فایده ها دارد و خفا دارد. ما به شما 5 فایده و فقط رو ذکر کردیم. مختصرا بار دیگر میگیم که بینهایت مهم است. اسلام به براعت از مشرکین و از شرک آنها قبول نمیگردد. توحید به کفر بر طاغوت قبول نمیگردد، برای اون که حقیقت لا اله الا الله این براعت از مشرکین و کافرین است. و دومش گفتیم براعت فقط متعلق به شرک نیست، بلکه به 3 چیز است: به فعل، به فاعل، به مفعول. مشرک، شرک و چیزی که پرستیده می شود، معبودی باطل و طاغوت. سومش گفتیم براعت از مشرکین فقط با زبان، بلکه به 3 چیز می شود: قلب، زبان، دست. و براعت گفتیم 4 رکن دارد: بغض به قلب، دشمنی به جسم، تکفیر کردنشون و جهاد کردن به ضد اینها. و گفتیم این چنین که اهل شرک بر 2 قسمند، یا که کافرها و مشرکا بر 2 قسمند: اصلی و مرتد، که معناش رو به شما فهموندیم. مرتد کسی که مسلمان بود مرتد شد، کافر اصلی کسی که در کفرش از اول بود تا حاضر شده است. ششمینش این که بزرگترین نمودهای موالات، دوستی، محبت کردن نسبت کافران و ایمان آوردن بر طاغوت رو به شما در این اصل حاضر ذکر کردیم که بزرگترینش انمین دموکراتی، لیبرالی، علمانی و تقریب بین ادیان و غیر است. بارک الله فیکم. و با همین این حلقه رو به پایان میرسانیم و باذن الله در حلقه آینده به شما سخنهای اهل علم رو بیان میکنیم که اسلام قبول نمی شود مگرم بجز با براعت. یعنی اسلامی که براعت ندارد، براعت از مشرکین ندارد و تکفیری مشرکین ندارد، این اسلام قبول نیست. و البته در این مسئله ما فقط سخن علمای کبار را ذکر میکنیم. ما شیخ ابن تیمیه رحمه الله، محمد بن عبدالوهاب، پسران محمد بن عبدالوهاب، نبیرهان محمد بن عبدالوهاب، علمای دارالنجر، الدرر السنیه رو به شما نقل خواهیم کرد. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و از الله سبحانه و تعالی می طلبیم که حقیقت الولاء و البراء را به ما نصیب